خانه ای که فریادداریا جور کرده ای ثبوت میکنه که یک ظلم است از چندین ادرس. اولین ظلم ایست کسایی که به این فریاددارا پیسه دادن. فریادداریا یاد امریکا در کانادا رشته و کار در هرات میکنه. فکر نکنم که بخش انجینری هیچ معلومات داشته باشه. باز میایم پیسه رو جمع میکنیم، کار خوب است الحمدلله. لیکن یک پرسان شوه که چه رقم تطبیق میکنیم؟ چرا به امره یک بنیاد خیریه در افغانستان کار نکردیم؟ این هم یک ظلم است که از او ادرس شده و هیچ وقت او نمیتونه بگویه که من نمیفهمیدیم یا بانه جور کنه که موقتی بودن. چرا موقتی باش یک دانه خیمه آوردی که $70,000 مصرف شد؟ چرا به شیخانه کلا نگرفتی در شهر هرات؟ پس انتقالش میدادی. و همچنان دولت این ظلم کرده. چرا پرسان نکردن که شما این مرغانچا رو که جور میکنین این به خاطر چیسته؟ این چرا ارزیابی نکردن که یک قدر مصرف دیگه میشه جای دیگه چرا نمیشد؟ به می خاطر از این باید ما درس بگیریم.